سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 19 فوریه من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در دوشنبه یک سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان برای لطوکوب راننده تاکسی و کشش ربودن ماشینش بازداشت شد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند دنیس بریسینکا برای لطوکوب دلشاد خوشف در روز 24 январ امسال در بازداشتگاه موقت نگهداری می شود. مسئولین پایگاه 201 روسیه وعده دادند که به زودی قضیه را شرح میدهند. تفتیشی پیشکی میگوید افسری روس جنایت را در حالت مستی صادر کرده است. سال 2014 اسم دو نظامی دیگری پایگاه 201 در ارتباط با جنایت سنگین به مطبوعات راه یافت. دو سرباز قطاری برای کشتار وحشیانه راننده تاکسی دستگیر شدند. هنوز دادگاه آنها شروع نشده است. خدمات فدرالی زندان‌های روسیه بر پایه تحقیقات میگوید بیش از 7,500 شهروند تاجیکستان چاریک خارجی‌های زندانی در روسیه را تشکیل می‌دهند. اکثر آنها با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شدند، ولی کم نیستند حالت‌هایی که زندانی‌ها خود را بیگناه می‌حسابند. یکی از چنین نفران نعیمجان یعقوبوف است که درباره بازداشت ساخته‌کاری شده و بعداً محکومیتش به 5 سال زندان از روی اتهام حفظ و نگهداری و انتقال مواد مخدر سال 2009 خودش به رادیوی آزادی خبر داده بود. و آن زمان راننده تاکسی بود و پلیس روسیه گفت او را به هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت کرده است. نعیمجان یعقوبوف 41 ساله آخر سال 2014 از زندان شهر پوگاچوف ولایت ساراتوف به آزادی برآمد و حالا تلاش دارد توسط دادگاه اروپا نام خود را سفید کند. یک مسئول سازمان جهانی مهاجرت میگوید دستی کم 4 شهروند تاجیکستان حالا در قلمرو دونیتسک زیر نظر جدایی طلبان اوکراینی درماندند و نمیتوانند به طرف روسیه برگردند. یک مسئول سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان گفت بازگردان چنین افراد که عادتاً از حق ورود به روسیه محروم هستند دشوار است. از جمله گفت که آنها چند ماه این جانب بازگردان 17 شهروند تاجیکستان را از ابخازستان بررسی دارند و امیدوارند که مسئله در هفته‌های نزدیک حل می شود. 1 مارت با کمک مؤسسه ما نمایندگی ما در مسکو، سفارت تاجیکستان در روسیه و وزارت کارهای خارجی برای این 17 نفر یک گذرگاه موقتی تشکیل می کنند و آنها امکان خواهند داشت که از ابخازستان به روسیه و از آنجا به تاجیکستان برگردند. هفته گذشته رادیوی آزادی درباره آخونجان دادابویف 23 ساله نقل کرده بود که برای مهاجرت کاری به روسیه رفته با هدف تمدید مهلت بود و باشش در روسیه مرز آن کشور با شرق اوکراین را گذشت و 3 هفته اخیر در این منطقه جنگی درماند. ریاست معارف شهر دوشنبه میگوید با تصمیم با کودکستان ها فرا گرفتن اطفال بانوان کارگر میخواهد به این گروه زنان در تربیت فرزندانشان و هم در پیشرفت های کاری آنها مساعدت کند. این در حالی است که با سبب زیاد بودن داوطلبان و کم بودن جای در کودکستان ها اکثر باغچه های بچگانه پایتخت از معیار بیشتر اطفال را قبول میکنند. مادری که در ساختار دولتی در کاری مسئول کار میکنند البته که باید کمی مسئول باید داشته باشد و دیگر باید که فراموش نکنیم که در برابر مسئله بودجتی مسئله هستند که خصوصی و نزد آنهایی که به طرز شرطنامه‌ای میگیرند. این زمان در باغچه‌های بچگانه خصوصی یا تجارتی که چیزی بیشتر از 10% کل کودکستان‌های پایتخت را تشکیل می‌دهند، نرخنامه‌ها نه برای همه خانواده‌ها قابل قبولند. حساب شده است که در دوشنبه تنها بیش از 20% اطفال سنی تا مکتبی با کودکستان فرا گرفته شدند. تا امروز در نوبت کودکستان قریب 40 نفر کودک برای خط گرفته شده است که اونها میخواهند کودکان خود رو و کودکستان ما بیارند و ماه سپتامبر ما اونها رو برای خط گرفته ایم. از 119 باغچه بچگانه در دوشنبه 90 تاش بوجوی بوده است. و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.